یک ساکن دهه خوجه آلو در درگیری‌های که همین حال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نقطه مرزی اسفره و بادکند کشته شده است. از این ساکن کشته شده آبجان تویچیف نام برده می شود که ساکن دهه خوجه آلو بوده در نتیجه پرتاب گلوله به خانه‌اش جان باخته است. در این باره از حکومت اسفره به آزیا پلوس خبر دادند. در حال حاضر بنا به اطلاع دریافته آزیا پلوس از بیمارخانه مرکزی اسفره تا کنون 6 زخمی از جانب تاجیکستان در این بیمارستان بستری شده است. از شماره زخمیان 2 نفر نظامی گفته می شود. در حال حاضر جانب قرقیزستان درباره زخمی ها خبری نداده است. تیرپرانی شدید در چهارراه دهه سامانیان جریان دارد. همچنین صدای تیرپرانی ها از قسمت بالای جماعت چارکو نیز شنیده می شود. خبر می دهد یک منبع از حکومت اسفره به آزیا پلوس استانیسلاو زاس دبیر کل اسپاد از جانب‌های درگیر خواستار آتش بس فوری در مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان شد. چند قبل استانیسلاو زاس با دبیر شورای امنیت تاجیکستان نورسلطان محمدزاده و دبیر شورای امنیت قرقیزستان مرات امامقلوف صحبت تلفنی انجام داد که در جریان آن دبیر کل اسپاد خواستار آتش بس فوری میان جانب‌ها شد. در این باره صحیفه اودیکبه خبر می‌دهد درگیری‌های دوباره در مرز که در نتیجه آن زخمی وجود دارد نگرانی جدی را به بار آورده است. مقاومت مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان باید فوراً قطع کرده شود. نزاع باید تنها در سر میز مذاکرات با روی صلح‌آمیز حل شود. اسپاد آماده است به قرقیزستان و تاجیکستان در حل این مسئله کمک ضروری رساند. اطمینان دارم که رهبریت هر دو کشور عضو اسپاد راه‌های قابل قبول حل این مشکل سرحدی برای هر دو جانب را پیدا خواهند کرد. گفته است دبیر کل اسپاد استانیسلاو زاس.